بود بقاله و او را طوطیه، خشنوای سبز گویا طوطیه. یک بقال بدست، بقالش بکله شیک، همین بکله اصلا کلمه خودمون است، از زبان عربی گرفته شده است. بقالی یعنی موضعی که در اونجا روغن میفروشن، ارد میفروشن، دانواری میفروشن، امثال اینا. یک بقال طوطی داشته است، میگه یک طوطی سبز رنگ بسیار زیبا و خوشرو. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با هم از سوداگران. در نوای طوطیان حاذق بودی، بر ندای آدمی ناطق بودی. طوطی هم خوشرو صدا می‌برآورده است، هم با زبان آدمی کم کم گپ میزده است. اگر طوطی را کلمه یاد بده خیلی گپ را یاد میگیره، صاحبش میشناسه، صاحبش سلام میده. بعضی طوطی‌های زیرکی هستند که آیه‌های قرآن حفظ میکنن، سوره‌های کوتاه حفظ میکنن. همین طوطی را طوطی گویا بوده است، گپ میزده است. یک روز صاحبش به خانه‌اش میروه برای کار. در این ضمن بعضی کارا میشود. در روایتی در بعضی از نسخه های مثنوی اومده است که یک گربه میگه داخل دکان شده بود، طوطی را دید، به سوی طوطی هجوم کرد. بیچاره طوطی همون جان سرکی خست، از این طرف دکان و طرف پرید، بعضی شیشه های روغن چپه کرد، جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. روغن گل بسیار قیمت های گیران، یک وقت مخصوص میگرفتن برای روغنش. از روغن گل دوخی تیار میکنن. بعضی مثلا داروهای معالجوی بسیار قیمت بها تیار میکنن. شیشه ها را چپه کرد، اومدن شیشه ها در زمین زدن، ریخت. چیزی باشید هم دکان و هم شیشه ها شکستن، روغن حیف شد. از سوی خانه بیامد خواجه اش، در دکان بنشست فارغ خواجه اش. خواجهش بیچاره ای کجا میدونه که روغن ریخته است، خیالش که همین دکانم تازه خشروه و او دکان کودک نباشه که پیش او کنه. آخی اومد به حضور چه پرتوف چهار ترکشه دید، پر روغن دکان جامه چرب. یک همه پری روغن بود است، لباساش در روغن گم شد، غضبش کرد. دید پر روغن دکان جامه چرب، بر سرش زد گشت طوطی کلزی ضرب. تیوخه گرفت در سری طوطی ای قهر شپید. طوطی در پیش سرش تاج داره، میدونه نه؟ همون تاجکاش ریخت، کل شید. چوب میگن، چوب که همون چوبش ریخت. مدت چند سخن کوتاه کرد، مردی بقال از ندامت آه کرد. ریش بر میکند میگفت ای دریغ، که آفتابی نعمت هم شد زیری میغ. دیگر طوطی ای گپ مون، این بیچاره گفت یگان مزگتریسینی گرفته استی بیچاره. همه وقتی که ستریسینی مزگ شود انسان میتونه که ای گپ مونه، ای شنیدن مونه، از دیدن مونه. حتی دیگه بیچاره ریشاش هم میکنه و دست پشتی دستش به ندان میخواه که خاک در سرت چی بزدیش. دستی من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سری این خوش زبان. کاش که دست میشکسته همین را نمیزدم، ای گپ نمیمون. یک مونیسی دکانه ای گپ مانوندم. او خانه سوخته طوطی که گپ میزده است، همون خریدارا هم بسیار جلب میکرده است. دکان دایم پری خریدار بود، دیگه کلینتاش هم دور شدن. بعد 3 روز و 3 شب ناامید زار، بعد 3 روز و 3 شب حیران زار، بر دکان بنشسته بود ناامیدوار. جولقی سربرهنه میگذشت، با سری بیمو چه پشتی تاس تشت. 3 شب و 3 روز گپ نزدی، مردک دیگه دست دیلش خنک شد، گفت تمام اکی گنگ شده است. یه روز ششته بودن، خوجین محزون و این طوطی را هم دماغش سوختگی که نخواسته پیش دکان. یک جولقی، یک درویش سر تراشیده است، کل کرده، سر مثل تاس واری می درخشه، میگه آفتاب باری. ای پیش دکان عبور میکند. طوطی اندرگو افتامد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان،
از چی ای کلب و کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ توتی کل دید خیال کرد که این کل یکم به ادبی کرده است. درویشم زدیان سرش کل کردیان. ها کل جورا گفت ترا روغن چه پکردی زدن سر تا کل کردن. در گپ در آمد. از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچه خط پینداشت صاحب دلق را. مردم همه را خنده گرفت. یک درویشی را که به خاطر خدا از بحر دنیا گذشته است، این توتی بیچاره به خودش قیاس کرده است. بعد حضرت مولوی نصیحت مان میکنه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا میختم سر تا بسری هر بزرگ نمان. اولیاء الله دوستای خدا او کسایی هستند که اوخه هر کس به اون مرتبه و منزلت نمیرسد. گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. در نوشت فارسی بین شعر و بین شیر هیچ فرق نیست. از همون سه حرفی بورتن، شین یا و را، اما فرقش خیلی کلانه. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را مثل خود پینداشتند. ولی گپ زنی میگن هم رجال و نحن رجال. اونا را مرد بدن ما مردیم که آخی. اونا میخوردن ما میخوریم، اونا میپوشیدن ما میپوشیدیم. همون اولیاء الله هم زن میگرفتن، کودک میزویدن، کار میکردن. بعضیش هیزم کشی میکرده است بیچاره بودن، بعضیش از جور ظلم کردیان، سرشون به سر همون بزرگان میمونن. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را مثل خود پینداشتند. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خواب خور. این ندانستند ایشان از عما، هست فرق در میان نامنتها. نفهمیدن که فرق خیلی کلانه. هر دگون زنبور خوردند از محل، زان یکی شد نیش زین دیگر عسل. همین زنبوری علو زنبوری عسل چی را میخورن؟ خیلی علو کلون زردک شب بگیریم، یک تش عسلت میتو یک تش نیشت میزنه. هر دنه خوردند از یک آبخور، آن یکی خالی و این دیگر شکر. نی شکر و قمیش هر دش یک آب میخورن. نی شکر شکر میتو این قمیش خالی بوده. هر دوگون آهو گیاه خوردند آب، زان یکی سرگین شده زین مشکین آب. همین آهوی چی را میچرن میخورن؟ آهوی است که از اون مشک میگیرن، مشک ختن میگیرن. اما بسیاری آهو است که فقط همون سرگین میبره از قفاشو، یکون حاصل ندارن. ببینه 100,000 همچنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدی زو جدا، این خرد گردد همه نوری خدا. همین طعام همه میخورن. یک از بعد خوردن طعام میرود در مسجد نماز میخونه، یک فاسق بدگوهر میرود زنا میکنه. آیا برابر هستن؟ آن خرد زاید همه بخل و حسد، این خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک آن شور است بد، این فرشته پاک آن دیو است دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، شما غره به صورت ظاهری نشوی. میتونن که در صورت یک خیل باشن. آب تلخ و آب شیرین را صفاست. همه آب تلخ هم رنگ آب شیرین صافه بیغباره. آب شیرین بعضن اگر سیل بیایه بلوی میشوه، آب تلخ همیشه صاف و صفاه. پس مغرور ظاهر نشوی که اینا از هم دیگر خیلی تفاوت دارن، خیلی فرق دارن. اینا در مراتب راویای حدیث من برای شما یک مثال اندک، یک مثالی که آوردم. خب